سرانجام بعد از تنش‌های فراوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ پس از 132 سال تاریخ سازی کرد. ترامپ دومین رئیس جمهوری است که توانست در 2 دوره نامتوالی رئیس جمهور شود. دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور آمریکا است و همچنان میپردازیم به تمام اتفاقات نزدیک به انتخابات آمریکا. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیروزی ترامپ را یک پیروزی بزرگ دانست. همچنان مکرون رئیس جمهور فرانسه هم پیروزی ترامپ را در انتخابات تبریک گفت. زلنسکی هم که یکی از متحدان آمریکا هست و با روسیه مشکل داره با ترامپ پیروزیش تبریک گفت. اما ایلان ماسک یکی از افراد نزدیک و میلیاردر آمریکایی به ترامپ پیروزی ترامپ را تبریک گفت و آینده را فوق‌العاده خواند. نخست وزیر بریتانیا گفت که مشتاقانه منتظر همکاری با ترامپ هستم و روابط بین دو کشور به شکوفایی خود ادامه خواهد داد. نخست وزیر هند هم گفته که ما مشتاق تجدید همکاری و تقویت روابط بین هند و ایالات متحده هستیم. همچنان چین یکی از دشمنان آمریکا به انتخابات آمریکا اهمیت نمی‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که سیاست ما در قبال آمریکا ثابت است و انتخابات این کشور مسئله داخلی است. ایران دیگر مخالف آمریکا هم گفته که انتخابات آمریکا تغییری در روند سیاست این کشور ندارد. انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. به هر حال سیاست‌های کلی آمریکا و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های ثابتی است. خیلی هم با افراد در واقع این موضوع جابجایی‌های سنگین و جدی نخواهد داشت. پیش‌بینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود، این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد از قبل پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود و عرض می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه. همچنان با انتخاب ترامپ من حیث رئیس جمهور آمریکا 2 اتفاق اقتصادی بزرگ هم رخ داد. سقف قیمت بیت کوین شکسته شد و بیت کوین به مرز $75,000 رسید. و موضوع دوم اقتصادی هم در رابطه با دلار است که دلار به بالاترین میزان 4 ماهه خود رسید. دلار آمریکا اواخر روز سه‌شنبه با انتخاب دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور جدید آمریکا با افزایش 1.6% رسید. اما مشکل پزشکیان رئیس جمهور ایران پس از انتخاب دونالد ترامپ بیشتر شد. دولت ایران که فعلا در جنگ با اسرائیل است، اکنون باید مشکلاتش را با ترامپ حل کند. اما در همین رابطه دونالد ترامپ پس از پیروزی خودش در انتخابات آمریکا در جریان سخنرانیش در رابطه با ایران گفت که با این کشور مشکل خاصی نداریم. و حالا با تمام حاشیه‌ها و انتخاب دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور آمریکا باید منتظر وضعیت سیاسی خاورمیانه بمانیم. به نظر شما آیا اوضاع سیاسی خاورمیانه پس از انتخاب دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور آمریکا تغییر خواهد کرد و یا خیر؟